تصاویر زخمی شدن دانش آموز بر اثر حمله عقاب و تحویل این عقاب توسط اهالی روستاها به محیط زیست ما را بران داشت تا این مسئله را پیگیری کنیم. دو تا دختر در تو ماسکه علیا درس میخونن. تا ساعت 12 سر کلاس بودن، معلم شیفتش تمام کرده، مرخص کرده. دختر من تو را این عقاب حملش کرده. حالا دخترتون کجاست؟ بیمارستان کوثر بستری. به همین دلیل درسته؟ به همین دلیل عقاب. والله دلش من کاری میفروشی انجام میدم. خب از ماسکه بالا اولیا، من از ماسکه اولیا اومدم به ماسکه سفلا، بعد دیدم که یک کیف پنجه عقاب دیدم. خب تو آسمان. بعد این ولایتی همون اونجا بودن، دیدم دختراش اونجا زخمی شدن و در این گریه میکنن. منم که عقاب دیدم هی حمله میکنه این نامسب. منم کیف دانش آموزم برده بود. آره والله کفشنمو در آوردم و به روبرو عقاب رفتم و بعدش اونو گرفتیم و آوردیم. آره والله آوردیم دیگه. در صبحم نگاه داشتیم، خیلی هم گرسنش بود بی زبان. بعد یه مرغ آوردم بهش دادم، والله فیلمشم براتون میفرستم که بذارید. یعنی کامل اون مرغ خورده، این مرغی که 14 انسان کامل نمیتونه اونو بخوره. بعد فردا آوردی تحویل دادی، درسته؟ هر دیگه به مجلسم زنگ زدیم آوردیم اینجا تحویل دادیم. کوهستانی بودن منطقه باعث حضور حیوانات و پرندگان وحشی شده است، مسئله‌ای که لزوم نظارت بیشتر محیط زیست را می‌طلبد. بله اولین بار حمله کرده عقاب، ولی ما چون کوهستانیم جانورای زیادی داریم مثل گرگ و کفتار و شغال و اینا. والله در استان کردستان تاکنون گزارشی مبنی بر حمله عقاب به انسان رسانه‌ای نشده. شاید این نشانه از به هم خوردن زیستگاه این پرنده وحشی است. مرتضی یوسفی، خبرگزاری فارس، دهگلان.